حرف نسنجیدی از من اونو منصرف بکنه، از راه خدا دور بکنه. برخورد نادرست من با او، نگاه بد من به او، قضاوت بیجای من به او، رفتار نادرست من به او، اونو منصرف بکنه. چقدر در زندگی ما پیش آمده که با یک رفتار، یک نگاه، یک قضاوت جوانایی رو از دست دادیم. که باید توبه بکنه؟ اول من و امثال من. که میتونستیم راهنمای خوبی باشیم، پدر مهربان و دلسوزی باشیم، امیدی باشیم، امید به زندگی باشیم برای انسانهایی که امیدشون رو از دست داده بودن. چه بسا خیلی ها از راه خدا برگشتن به خاطر عمل کرد من و امثال من، منی که خودم را لقب شیخ و عالم میدهم. من اول به درگاه خدا توبه میکنم. از همه رفتارهای نادرستم و از همه شما عزیزان و همه کسانی، خصوصا جوانا، در این استان و کشور پهناور عزیزمان ایران، شیعه و سنی، و از همه جوانای مسلمان و امت اسلامی من عذرخواهی میکنم. به خاطر همه کوتاهی هایی که داشتیم، مسئولیت هامون رو انجام ندادیم. خیلی وقتا پدر باید از بچه هاش عذرخواهی بکنه، حلالی به طلبه. اگر احساس نیاز و حاجت به نماز استسقا و طلب باران شد، باید بزرگ منطقه جارچیانی را و مبلغین را بگمارد. 3 روز 4 روز قبل از برگزاری نماز و مراسم استسقا تبلیغ بکنن تا مردم استعداد و آمادگی پیدا بکنن. اونهایی که میخوان 3 روز روزه بگیرن، روزه بگیرن. فرصت داشته باشن صله ارحامشون به جا بیارن. فرصت داشته باشن صدقه بدن، خیرات بکنن، حلالی به طلبن، دشمنی ها رو کنار بگذارن. و روز 4می که بیان با دهان روزه بیان تو این مجلس، تو نماز استسقا، با لباسی ساده، نه به لباس فخر، در منتهای تواضع. و اون 3 روز رو خودشون کار کردن، رو خانواده کار کردن. بچه های شیرخوار و خردسال و زنها و پدران و مادران سال خورده و گله های گوسفند و گاو و شتر رو در اطراف مصلا قرار بدن همراه با چوپانشان. در حالی که وارد مصلا می شود سرش به زیر باشد، استغفار کند. در نماز عید همش تکبیر میگوییم، اما در نماز باران همش استغفار میکنیم. فلسفه نماز استسقا دعا و توبه است. اگر اینجا بیایم کسی ماشینش به رخ کسی بکشه، داریم میریم استسقا، کسی نمیدونم لباسش به رخ کسی بکشه، من خواهش میکنم اینجا عکس یادگاری معنی نداره. ما رو تو حرج قرار ندید. ما آمدیم که خدا گناهان ما رو ببخشه. چیکار داری به عکس یادگاری عزیزم؟
هر کسی به پای خودش آویزونه. اونی که تو سر میشکنی که بازش عکس بگیرید آویزونه با دو پاش. ما را بیش از این شرمنده نکنید. اگر خدا ما و شما را امروز تو این جمع تو این دشت رحم کرد و از تقصیراتمون درگذشت، نیازی به عکس یادگاری نداریم. فردوس اعلی اونجا جامونه، همه در کنار هم دیگه. و اگر قرار باشه خدا ما رو نبخشه عکس یادگاری بشه دردمون میخوره. من دوستتون دارم، من عاشقتونم، عاشق اون دلهای پاکتونم. چون گوهر ایمان توشه. بعد از نزدیک 1 سال کرونا که از نماز جماعت در مساجد و نماز جمعه محروم بودیم و رعایت می‌کردیم، دلهامون برای همدیگه خیلی تنگ شده بود. اگر میشد بعد از نماز من تک تک شما رو به آغوش میکشیدم و معانقه میکردم و مصافحه میکردم و بوسه بر دلهای شما میزدم، چون محل محبت خداست، محل ایمانه. همه تون اینجا جا دارید. ما نیامدیم اینجا گوجه کورستان بخریم، نیامدیم اینجا بازنجان بخریم، حیوان بخریم، ماشین بخریم. امروز همه کسانی که از دور و نزدیک آمدن، چون تو فضای مجازی اعلام شده نماز استسقاست،